درود بر شما. ما کانال تازه‌ای زدیم و تازه وارد یوتیوب شدیم. به خاطر همون برنامه‌ای که چیدیم در مورد گیم پلی و از این بازی فری فایر هستش و امروز کار خاصی نمی کنیم. میخوایم یه گیم پلی بریم و بیشتر آشنا شیم. با ما همراه باشید و اگر از ما حمایت کنید خیلی ازتون ممنون میشم، چون کانال ما تازه تأسیس شده و به نیاز و حمایت شما خیلی نیازمندیم. اگر مشکلی پیش نمیاد دکمه لایک رو بزنید و یک سابسکرایب به ما حمایت کنید. یه دونه سابسکرایب، اگر دکمه سابسکرایب بزنید خیلی ازتون ممنون میشم و این ویدیو ما رو لایک کنید، چون اولین ویدیویی هستش که در یوتیوب میذاریم و میخوام ازتون که من رو حمایت کنید. بریم دیگه بیشتر آشنا شیم و خب دوستان گرامی کجا بپریم؟ پیک منطقه اینجا انمی ها میریزن سرمون، ببینیم چی میشه. خدا به خیر کنه. یا بسم الله. انمی ها رو واقعا منطقه آی شیطنمون نکن. وای میشیم دوستان گرامی. برنامه کنسله و یکم اونور اینور میریم لوت میکنیم و برمیگردیم پیک. برنامه کنسل. انگار یکم خشن شد اونجا. گوشی ما هم لگ همه چیز لگ میکنه. تبر نازم اسپیدی بود. چی بود این اسمش؟ چی بود؟ اسکیس. آره واقعا قانه واقعا خوبیه، خیلی منطقی. لگی که ما داریم و هیچ کس نداره. یه دونه خب دوستان گرامی، این کانالی که ما زدیم خب تازه تأسیس شده. خب اگر زحمتی نمیشه ما رو حمایت کنید، لطفا ما رو حمایت کنید دیگه بریم برای چند کا شدنی کا بشم دیگه. آره جم رایگان بیزارم و اینا دیگه. از این وست عالی وست. لگ گوشی ما. بریم برمیگردیم و بله دوباره برگشت. چرا؟ چون که اون دست ما رو سلاخی کردن و آره دیگه این خب داشتیم میگفتیم از ما حمایت کنید، چون ویدیوی اولمون هست. این ویدیو رو لایک کنید، به دوستاتونم بگید بیان لایک کنم ویدیو رو ببینم، چون دیگه دم امتحانات هست زیاد ویدیو نداریم، ولی خب حداقل سعی میکنم 2 روز 3 روز یک بار ویدیو بذارم که کانالمون فعال باشه. بپریم کجاست؟ تاور بریم بپریم ببینیم چه خبره. خب من که میترسم چون چند تا نمی اوی تا سه تا ایرمی پشت ماست. میخوام ما رو دل بدن بگن خوبه که اومدید اینجا چون میخوایم تو رو بزنیم. بچه ببینید من خیلی اهل رنگ اینو. اگه این گوشیمو لگ نزنه، اگه گیم پلی قدیمی چیزی پیدا کردم بهتون نشون بدم. چون اون موقعی که گیم پلی بازی میکردیم فری فایر چجوری بگم سبکتر بود و
میشد گفت مثلا چون بازی سبکتر بود لگ کمتری داشت. به خاطر همین اینجا مجبور میشیم که دیگه خودتون فکر کنم از ویدیو متوجه میشید لگ زیادی داریم. به خاطر همون دیگه منطقیه که اصلا فری فایر هنگ کنه لگ کنه. الان نگاه کنید یه انمی پشت موه. خب اونجایی که منطقیه خیلی هم عالی. ببینید لگ رو نگاه کنید. دیدید این لگ نکنه ما سگجونتر از این حرفاییم که سری بمیریم. معین ما حالا هست. یه دونه مدکیت پیدا کنیم بزنیم. مدکیت نداریم که. ای بچهای گل. آها در مورد اینم بگم ما تو کانال خیلی رنکاپ اینا اگه شد رنکاپ اینا هم میذاریم در مورد رنکاپ و اینجور حرفا دیگه. رنکاپ کلش رنگ یعنی مود کلش رنگ یا بخشی صدام یه دقیقه گرفت. کلش رنگ یا بتل رویال. آره همون بتل رویال دیگه. باید هر 2 روز 3 روز یک بار یه ویدیو بذاریم. ای شد ای دیدم امکانش هست براتون قرارش بدم. خب بریم ببینیم اینجا چی هست. واو منطقی اینو بگیرم. اوکی یه دونه نارنجک. خب دیگه زوم داره میاد باید بریم. اینجا وایسیم مرگمون حتمیه. بچه ها اگر شد خب تو کامنت ها بگید دیگه چه مودی رو زیادتر پلی بدیم یا رنکاپ کنیم دیگه. هر کدوم شما صلاح بدونید همونو ما رنکاپ. مثلا اگه گفتید کلش رنگ رو رنکاپ میکنیم میبریم بالا. اگه بتل رویال رو گفتید که بتل رویال بالا. چون بتل رویال رو فکر کنم 5 روز یا فکر کنم 4 روز مونده بعد رنگ ها ریست میخوره بعد دیگه آره دیگه بعد رنکاپ کنیم و اینا. شما بگید دیگه شما بگید کدوم مودو رنکاپ کنیم. چون کلشنگ فکر کنم 18 تا ستاره بردم جلو زیاد مونده تا مستر شنبه خاطرمون فکر کنم تقریبی اگه حساب کنیم 18 20 32 تا یا 33 تا فکر کنم. آره 32 تا یا 33 تا ما ستاره میخوایم تا برسیم به کاپ مستر. حالا شما هر کدومو صلاح دونستید همونه. مستر حالا هر کدوم. آها در مورد اسم و کانال و اینا اونا یه ویدیو جداست دیگه. اونا رو آره یه ویدیو جدا میکنیم و توضیح میدیم از چه قراره و اینا. تو کامنت ها بیشتر مثلا بگید خرج کردنی بذاریم. ما که ایرانیم خرج کردنی هم به دردمون نمیخوره. بنازم بدون اسمای پشت یخزن چیه M282 بود. آره فکر کنم همین چیزی بود. یه دونه هم بزنیم یه دونه MP40 برداریم. بریم که داشته باشیم. فقط دوستان شما فکر کنم بدونید من یه آره دیگه فکر کنم چیه
اسنایپ. آره اسنایپ. خب دوستان گرامی من گان اصلیم اسنایپه. خب اسنایپ زیاد نمیام تعریف ادعا نمیکنم ولی خب اسنایپ خوب میزنیم، حالا بدک نیست، از هیچی خوب میزنیم. یه به مستر وانشات و بیتوکی و اینا، اونا الگوهای ما هستش. خب ما از اونا حمایت میکنیم. اگر شد لینک سابسکرایب کانال مستر وانشات هم زیر این ویدیو میذارم که حتما اونم سابسکرایب کنید. اگر کسایی که سابسکرایب نکردن که میدونم همه سابسکرایب کردن، اونم سابسکرایب کنید. حالا اونم سابسکرایب کنید ببینیم چی میشه. وات یا حضرت امامزاده. دیدی 2 تا 3 تا 4 تا تیر میزنیم حساب نمیشه. منطقیه، واقعا منطقی این بازی، اصلا منطقی. آهان در مورد مستر وانشاتینا هم که میگفتیم، خب اینو یه الگوی من خودم به شخصا میگم مستر وانشات یه دونه پلیر خیلی منطقی و خوبی هستش، با ادب، با احترام و یه بازی خوب و روونی داره. من به شخصا اصلا طرفدارشم و اگر شد ما رو هم حمایت کنید. حالا من که اصلا بذارم لینک کانال مستر وانشات و زیر این ویدیو اصلا هیچ تأثیری نداره، چون مثلا حمایت زیادی نشه انگار هیچی نشده. خب ولی میذارم مثلا اگر حمایت کردین کانال الگوی ما رو هم حمایت کنید، خیلی ممنون میشم. و ویدیوهای دیگه مثل این گردون اسپینگ برای گردونه اینا، آره دیگه ما زیاد خرج اینا هم بکنیم من با شما خرج میکنیم. ویدیوشو میگیرم واسه اشکا، فقط شما دیگه. آره ویدیوشو میگیرم برای کانال میذارم تو کانال شما هم ببینید و اگه گرفتیم که هیچ، اگه نگرفتیم شما هم نرید بزنید، پولتون حروم میشه دیگه. به قولی ما دیگه زدیم دیگه، شما نزنید. حالا ببینیم اینجا یه انمی بود. کجای انمی جان؟ انمی جان انمی انمی اونا یه دونه 2 تا. Triple kill. لعنت بهش نمیشد هد بزنیم دیگه. دوستان ببخشید یه هد نتونستیم بزنیم، ولی بهش خودتون یه هد اسنایپ مخصوص واسه خودتون یه کلیپشو درست میکنم بذارم. خب M10 خط که منطقی اصلا من بر نمیدارم، وانشات نمیشه زد. بهترین موقعیت همینجاست. نگاه کنید وای ای وای، از همه تو دوری شدیم که تیر اسنایپ هم نداریم که. یه دونه اونجا ما بریم واسه بنازم یارو کیل خوری از ما کرد. بریم ببینیم اون اسنایپ تیر اسنایپ داره باشه. وای نه نداره. منطقی اگه برسیم به اینجا. وای اینجا هم نداره. خیلی منطقی هستم.
بنازم. تیر اسنایپ 0. ای بتونیم خودمونو. وای تیر اسنایپمون 0 واقعا. چه کار کنیم دوستان عزیز؟ یه نظریه به ما بگید. ما یه کاری کنیم. تیر اسنایپمون 0، دیوارم نداریم. مشکل. خب ما از این پرتابیا داریم. مین داریم. 9 تا نارنجک داریم. یا آتیش یا بونفایر داریم. بنازم. بچه من یه دیوار دارم. برسم اونجا گان عوض کنم خیلی مشتی میشه. یا من بگیرم اونجا بدونم. ای بی فانوس اونجا منو میزنی. الان یه دو وایسا سراغ تو هم میرسیم. اونجا نکن. یه دونه دیوار یه دونه یخ بگیریم تموم. من دستم به این گانا بگیره. MP5 وای. امیدوارم چیزی نمیشه. MP5 سخت بگازم. یه دیوار مشتی. بچه اینجا فکر کنم نارنجک برسه. خوب 2 تا یه دونه اونجا میندازیم. برو. آها بچه مکسیموم دست نمی کنم. وای بی فانوس. یا خدا میریم برای. وای کم مونده بود بویا بزنی. ولی به عشق خودتون ول کنیم. و بله دوستان اینم از گیم پلی و آشنایی با شما بود و آشنایی شما با من بود و امیدوارم این ویدیو رو حمایت کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید و خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو